این ویدیو برای کسایی هستن که پول ندارن. اگر شما پولدار هستین و نمیفهم حالا هر قدر پولی که دارین شما، این ویدیو برای شما نیست. این ویدیو به کسایی هست که پول کم دارن، ارزش جیبشان دلار است، $1 است. این برای این کسا هست. اگر شما پول ندارین و امروز جیبتان خالی است، این ویدیو برای شما است که برای شما نشان بتونه که چگونه یک نفر میتونه از 0 به 100 برسانه. خودم دست فروشی میکردم یک وقت در افغانستان، ولی که امروز تریدر هستم. کارهایی که خودم انجام دادم ما میخوایم برای شما بگویم که شما همچنان یاد بگیرین تا ای که میلیونر اول فامیلتون شما باشین و پولدارترین شخص در قوم خود باشین، در بین دوستایتان، در حتی در افغانستان. انشالله که روز شما را ببینم. دقیقاً کارهایی است که براتون میگم که چی کارا را انجام دادیم ما که تا امروز در اینجا خود رساندیم. چگونه شما میتونید کارا را انجام بدین. همش بستگی به موارد داره که ما برای شما میخوایم بگم و این موارد اگر شما انجام بدین، این را بدون شک براتون میگم که شما میتونین میلیونر اول فامیلتون باشین. و اما قسم گفتم این ویدیو به کسایی نیست که پولدار هستن از قبل. اما قسمی که شما دیدین در اینستاگرام خود ویدیوها را گذاشتم، عکسایی را که شما تا حال ندیده بودین گذاشتم که ما دست فروشی میکردم و امروز در اینجا رساندیم خدا. در جایی که تمام کارم با فقط کلیک کردن است. یعنی با یک کلیک میتونم هم پول خود از دست بدم و هم میتونم پول به دست بیارم. تریدر شدیم. نمیگم که شما تریدر شوین، ولی ما برای شما میگم که چگونه از راههایی میتونین که اینجا بیاین وارد شوین، پول بسازین، از همه کده بهتر باشین، موتورای خوب برای خود جور بسازین، خانه خوب زندگی بکنین، زندگی مفرشان داشته باشین، جایی که خوشتان نمیاد برین در جایی که خوشتان میاد زندگی بکنین. اما قسمی که یادم میاد در روی سرک میشیشتم و دو چشمم فقط به جیب مردم بود که تا یک افغانی از من چیز بخره. تا یک افغانی. اگر ما او روزا را نمیدیدم امروز من اینجا نبودم. ما او روزا را دیدیم و قدر پولم میفهم. چرا گلونم پاره میشه که میگم پول فعلا همه چیز شماست. چون من میفهم سختی هایی که ما داشتیم چقدر پول میتونه برای شما انگیزه بده و چقدر پول میتونه مشکلات شما را حل بسازه. گفتم چشمم به جیب مردم بود که تا یک افغانی یک چیز را بخره تا ای که بتونم در اخیر شب 20 افغانی یا 40 افغانی فایده بکنم. روزانه میرفتم از نمیفهم از مندوی یا از هر جایی که بود سودا را میخریدم، یا شلوم نخوده بود یا نمیفهم کچال جوشک بود یا هر چیزی که بود میرفتم میخریدم، در خانه جوش میدادم میبردم شد روی سرک سودایش میکردم. در حالی که پدرم خدا بیامرزش زندگی نرمال داشتیم و چیز نیاز نداشتیم، ولی این خودم بودم که کار انجام میدادم. این خودم بودم که در روی سرک میشتم و این چیزا را سودا میکردم. حالا چرا این کارا را انجام میدادم؟ به خاطری که میخواستم خودکفا شم از اولش، به خاطری که میفهمیدم پول در آوردن آسان نیست، به خاطری که پیش خود رویا داشتم که من یک روز باید در بهترین کشورها باشم، بهترین موترها را داشته باشم. آیا شما فکر نمیکنین که دوستای داشتم که بهترین موترها را سوار میشدن و من فقط حسرت زیر میخوردم که کاش ما از این موتر داشته باشم؟ آیا فکر نمیکنین که من هم روز تلفن آیفون پیش دست کسی میدیدم جگرخون میشدم، میگفتم چرا من ندارم آیفون؟ آیا من نبودم کسی که همیشه وقت حسرت زیر میخوردم که چرا من پولدار نیستم؟ بودم، ولی امروز در این جایی که هستم من چند سال زحمت کشیدم، 10 سال شده. از زمانی که در مکتب بودم، صنف 6 و 7 مکتب بودم که من کار انجام میدادم، تا اینکه مکتب ما خلاص کردم و سفر کردم با روسیه و زندگی خود رو کردم. میخوایم میره برای شما بگویم که اگر شما دست فروش هستین، اگر شما نمیفهم دکاندار هستین، اگر شما یک بزنس کوچک دارین یا کوتاهی هستین، یا اگر شما تاکسیران هستین، هر کسی هستین، شما میتونین به رویاهای خود برسید. امروز در زندگی خیلی ساده شده، اینترنت آمده، سوشال میدیا هست، شما میتونین بسیار زیاد موفق باشین. چرا نمیخواین که موفق باشین؟ چرا نمیخواین که زندگیتون از این طرف به این طرف شوه؟ در افغانستان فعلا شما میتونین همه کارا رو سبان آمازون نمیتونی یا نمیفهم فلان نمیتونی، ولی که میتونی کریپتو خرید فروش بکنی، از کریپتو به دست بری پول.
نمیگم که کریپتو بیاد تریدر شو، برو یک کار دیگه رو بگی، برو از یک ولایت نمیفهم مال بخره به دیگه ولایت سودا کن، برو دست فروشی بکن. چرا باید بشویم از مردمی که بالای ما خنده میکنه، از مردمی که تو اگر $10 یا 10 افغانی در جیبت نداشته باشی بخوای از پیش از اونا برات نمیتن. پس چرا انگیزه تو را اونا خراب بکنن؟ چرا با خنده های از او تو جگر خون شوی؟ پس همه چیزا ایگنور بکو، هیچ چیز در نظر نگی و برو. اگر پول نداری از دست فروشی شروع بکن، اگر پول نداری برو شاگرد یک جایش یک کار شروع کن تا اینکه یک پول و سرمایه را بسازی، بیایی داخل ارزهای دیجیتال یا بیایی یک بزنس آنلاین دیگر را در راه پارتی، یا بیایی نمیفهم سوشال میدیا بیایی فعالیت بکنی که تو بتونی پیسه درآمد داشته باشی یا یک کار دیگر انجام بدی. من نمیگم که تنها کریپتو بین. یک چیز براتون میگم، بالای من خنده خیلی زیاد شده، بالای من تمسخر خیلی زیاد شده. دوستای من که البته آشنایای من که بودن وقتی که من شروع کردم کار، وقتی که من در روی سرک بودم بالای من میخندیدن و برشان بسیار زیاد خجالت آور بود که با ما بشینن یک جای صحبت بکنن یا سلام بتن یا والیک بکنم با امرایشان یا خنده امرایشان بکنم، چون من کچولو فروشی بیش نبودم و یک دست فروشی بیش در روی سرک نبودم. ولی امروز یک عکسی که من نمیفهم 10 سال پیش با امرایش داشتیم او را میگذاره و از من تعریفای میکنه و من گویا افتخار برشان هستم. پس با همچو آدمایی که امروز بالای شما خنده میکنه، شما مکلف هستین که 5 تا 10 سال بعد خنده های از اونا را به گریان تبدیل بکنین و اسرت او روزا را بخوره که چرا با شما نبود. حالا دست فروشی، دکانداری، خلطک، کراچی ما خلطک میگیم، کراچی میرانی یا هر کاری دیگه که انجام میدی، ولی که نکی و خلاص ما میخوایم که تو پولدار شوی. هر کاری را که انجام میدی انجام بده ولی که پولدار شو. به غیرت کسی هست که پول نداره، البته پولدار نیسته، غیرت ازیره نداره که به دشمنای خود نشان بده که نه من میتونم، با کسایی که بالایش خنده میکنه بر ازوان نشان بده که نه من میتونم. تو اگر خنده میکنی بالای خود امروز خنده میکنی، چون من آینده خیلی روشن دارم. اگر توی کار انجام نمیدی تو یک بی غیرت بیش نیستی. بی غیرت به منظوری می است که تو غیرت ازیره نداری که اثبات برسونی که چقدر قوی هستی، تو به چی کارا میتونی یعنی استوار باشی و در کدام کارا با چی کارا میتونی تو دیگرها را شکست بدی، با کدام کارا میتونی تو شکستشان بدی، با پولدار شدن، با هر کار دیگه که هستن. حالا در افغانستان هستین، کریپتو تکس نمیتین، ترید میتونین انجام بدین، فارکس میتونین کار بکنین، بعدش یک پول و سرمایه که با دست فروشی و با دکانداری تو پیدا میکنی میتونی که بسیار بسیار آسان وارد بسازی به دنیای الکترونیکی. قرن 21 هستیم فعلا. چرا نمیتونین درک بکنین که پول در آوردن در این سالها قسم است که آسان ترین راهایش در این سالها است. اوش مصنوی به وجود آمده، کارهای در دنیا انجام شده است که از تصور ما تو بسیار زیاد بلند است. چرا نمیخوای بفهمی که اگر تو با 100 تا 200 یا 500 دلار سرمایه که داری میتونی یک زندگی خوب را برای 10-15 سال آینده برای خود جور بکنی؟ هیچ چیز خوب زود به دست نمیآید. ما سالها دست فروشی کردیم تا اینکه امروز اینجا رسیدیم. سالها درس خواندیم، مکتب خواندم، دیدم که مکتب به دردم نمیخوره. اول نمره صنف 12 اول نمره فارغ شدم. از صنف اول که اول نمره بودم فهمیدم که به دردم نخورد. دانشگاه را سال سوم رها کردم، در روسیه و مهاجر شدم طرف اروپا، آمدم در آلمان زندگی میکنم. ما فهمیدم که دانشگاه برای من دیگه پول نمیده، دانشگاه دیگه برای من او قدرت را نمیده که من میخواستم، دانشگاه برای من او موتر را که میخوایم برای من نمیده، دانشگاه او خانه که میخوایم برای من نمیده. اگر من دکتر شم، انجینیر شم، درست است که بسیار خوب است، در جامعه فایده میرسونم، ولی چیزی را که من میخوایم او برای من نمیده. ما میخوایم زندگی لوکس داشته باشم، ما میخوایم خانه خوب داشته باشم، ما میخوایم همه چیز ما تاپ باشه، ما میخوایم تایم فری زیاد داشته باشم که تو بیایم ویدیو برای شما جور کنم، سرگرمی بریم باشه، آموزش دادن به دیگرها باشه. ایره من انتخاب کردم، از این خاطر من دانشگاه نرفتم، دانشگاه را رها کردم و حالا ترید میکنم. شما میتونید شروع بکنین از پول بسیار ناچیز شروع بکنین، یک زندگی خوب برای خود بسازین. اگر در اعضای دیجیتال شما سرمایه گذاری میخواین شروع بکنین، شما برای چند چیز مختصر نیاز دارین که صرافی است، یک استراتژی برای خود جور بکنین و زحمت بکشین.
شما میتونین پلیلیست های 0 تا 100 ما را که در بالام لینکش میره برین ببینین. پلیلیست صرافی ها را ببینین. اگر شما صرافی تا هنوز ندارین، لینک صرافی بایننس در پایین است، میتونین شما برین از صرافی بایننس استفاده کنین. اول برای شما $600 بونus یگانه نفتی رایگان هم میده. بعدش آساستا ترید شروع بکنین، با پیسه بسیار کم شروع کنین، نبین با پول بسیار زیاد. پلیلیست 0 تا 100 بخونین، پلیلیست صرافی ها رو ببینین، پرایس اکشن به سبک سنو 016 ببینین که برای خود استراتژی جور بکنین. بعدش ببینین که چقدر ساده است پول در آوردن در ارزهای دیجیتال، پول دار شدن چقدر ساده است، چگونه میتونی به رویاهایی که داری برسی. اگر نه که تو منتظری بشینی که ای کلاهبرداری است، این دوزی است، این حلال است، این حرام است. البته حرام نیست، به خاطر که نقص و فایده داری. هر تجارتی که نقص و فایده داشته باشه حلال است. بعدش نمیفهم این ناممکن است، امکان پذیر نیست که فلان است. با کی امکان پذیر بود که از دست فروشی بیایه وارد تکنولوژی ها و تریدر شد؟ به هیچ کس. همه گیره وقتی 10 سال پیش اگر ما با کدام کسی میگفتم که من امروز اینجا میباشم، همه بالا من خنده میکردن، میگفتن امکان پذیر نیست، تو یک دست فروش اتفاق باید تا همیشه دست فروش باشی. یا دوستایتون براتون میگه که ارزهای دیجیتال بر کس پول ساز نبوده، ما این قدر پول باختیم، اوش کنی داخل نری. درست است، برای او پول باخته. من بسیار دست فروش های را میشناسم که امروز هنوزم دست فروش هستن، هیچ رشد نکردن. پس بسیار زیاد مهم است که از کی میخواین شما بشنوین این حرفا را، از کی میخواین این حرفا را تکرار بکنین. کی؟ کسی که انجام داده این کاره، کسی که از صفر خود شروع کرده. شما میتونین این کارا رو انجام بدین، ما برای شما کمک میکنیم. رایگان میخواین یاد بگیرین، یوتیوب ما در خدمتتون است، کانال های تلگرام ما، کانال اینستاگرام ما در خدمتتون است. وقت زیاد میگیره که شما یاد بگیرید. اگر نمیگیم ما در 6 ماه میخوایم چیزی که تو یاد داری رو یاد بگیریم، میتونید از کورس های وی آی پی ما ثبت نام بکنین، لینکش در پایین در وبسایت ما است. اگر میگین نه اصلا از تو خوشم نمیاد، میتونی بری از یک استاد دیگه یاد بگیری. من نمیگم که پیش ما بیا یاد بگیری، ولیکن قسم میتونم که پولدار شو لطفاً. نباش در جامعه‌ای که تمام مردم کور هستن. البته تمام نه، کسایی که کور منظور مزی است که اونایی که به شما انگیزه منفی میده، اونایی که به شما به خود کور هستن و شما میخواین که شما هم کور شین و دو چشم بینای شما را هم بگیره و مثل خود شما را بسازه. استفاده کنین از افرادی که تعقیب کنین، از افرادی که با افرادی که اوش ذهنیت مالی داره و دوستای شما که درباره بزنس همراه شما صحبت میکنن. حالا هر چیزی که باشه امروز اونا 6 تا خیس بکنید تا اینکه از اونها یک چیزی را یاد بگیرید. اینستاگرام، یوتیوب، نمیفهم تیک تاکتون فالو بکنین کسایی را که برای شما کمک میکنه که پولدار شوین، شما را کمک میکنه که زندگی خوب بسازین. اینا را فالو بکنید، نه اینکه رقص و بازی و چرنگ پرنگ و نمیفهم یک چیزایی را سعی کنین. این زندگی شما را نمیسازه. این خنده هایی که در جای شیشتین در ترشک بالش که شیشتین ویدیو را بالا میبری، یک کسی دو میزنه یا یک کسی برات خواندن گذاشته و رقص میکنه و میرقصه و تو خنده میکنی، این برات تو پول نمیده. و خوش هم هستی که اینترنت داری و از اینترنت استفاده درست میکنی. نخیر، از اینترنت استفاده کن ترید بکو، پول به دست بیار. از اینترنت استفاده بکو، زندگی مالی خود پیش ببر. چرا از اینترنت به خاطر تنها ویدیوهای ناق میری استفاده میکنی و پول میتی؟ آیا تو میفهمی که تو به ضد افغانستان کار کرده هستی؟ وقتی تو اینترنت ده که میبینی از او عاید نداشته باشی، به این معنی است که تو پول خارج میکنی از افغانستان. افغانستان اینترنت نداره، اینترنت باید از کشورهای دیگه بخره و عمو اتصالات یا MTN یا هر سیم کارت که هست یا هر نوع اینترنت که استفاده میکنی اونا خریداری میشه. وقت تو پول به شرکت میتی، شرکت به اونا پول میده. اگر تو استفاده نکنی شرکت فعالیت نمیکنه. اگر تو استفاده درست بکنی تو عاید میکنی و هم شرکت عاید میکنه. افغانستان ساش شما میتونید بلند ببرین، نه دولت. دولت قسمت رو که میتونه، ولیکن مردم است که اقتصاد میتونن بلند ببرن. پس در مورد از هم صحبت نمیکنیم که این بسیار یا یک سابجکت بسیار بزرگ است. ما فقط اینو میخوایم براتون بگویم که از این حالا شروع بکنین. فرق نمیکنه دست فروشی میکنین، فرق نمیکنه دکاندار، موتروان، بایسکل ساز، هر چیزی که هستین شما میتونین پولدار شوین. با خدا قسم است که روز میدم پیش کس آیفون می بود، ما او بسته روز جگر خون بودم میگفتم ما رسایی که در روی سرک ششتیم وقت آیفون 4 و 5 و 5S و از اون پوینترایش بود. میگفتم اونها چطور تلفن‌ها را دارن من ندارم. اصلا خوابش نمیدونم که من میتونم یک روز تلفن‌ها را بخرم. وقتی که نباشم میبرد قصهش نباشم که چند قیمتش هسته. برای خود رویا بافتم، برای خود زندگی ساختم، برای خود
عمل کردم. پس اگر میخواین پولدار شوین، یگانه راهش اینه میست که شما خودتان تغییر بکنید. تا زمانی که شما تغییر نخورین، با والاییش که هیچ کس شما را نمیتونه تغییر بده. تا زمانی که شما بگوین نمیشه، نمیشه. هر زمانی گفتین که میشه، من به خود باور دارم. پس از امون زمان شروع میشه پیشرفت شما، پولدار شدن شما. از امون زمان شروع میشه که شما در زندگیتان پیشرفت بکنید. در غیر صورت بازم براتون میگم غریب میمونین. نه خیرتون به فامیل میرسن، نه خیرتون به جامعه میرسن، نه خیرتون به خودتون، به اولادتون، به هیچ کس نمیرسه. پس فقط و فقط هر کاری که انجام بدین ولیکن پولدار شوین. از راه شرعیش به دست برین. نمیگم کسی را قتل بکنین یا مواد مخدر بفروشین که شما پولدار شوین، نه خیر. شروع بکنین از یک جایی که شما را پولدار بسازه، از راه درستش. بعد از بسیار وقتای قسم یک ویدیو ساختیم. اگر تا بال ویدیو ما دیدی، در کامنت به من لطفا نوشته که از ویدیو من خوشت آمد، آیا از این قسم ویدیوها ما زیادتر بسازم یا نسازم، چه کارهای دیگه را باید انجام بدم، در مورد چه چیزهای دیگه صحبت بکنم که در زندگی برای شما مهم است و خودم این انجام دادیم. ما شما را کمک میکنیم تا ای که به استقلال مالیتون برسین. وقتی داخل یک دکان میرین فکر نکنین که اوه بسیار قیمت است، اگر من بخرم من نمیتونم تا آخر ماه غذا بخورم. یا حسابی کنین هر چیز، هر نقطه و هر دویی و هر پنجره بین حساب بکنین تا ای که بگین در اخیر ما نان برای خوردن داشته باشم و پول برای داشته باشم اگر مریض شوم چی خواهد شد. این استقلال مالی ندارین. وقتی استقلال مالی داشته باشین برین کالا بخرین، هر چیز بخرین، اصلا پریشان به این نباشین که آخر ما چی خواهد شد، آیا ما به پول میمونم یا نمیمونم. اگر خواستین به استقلال مالی برسین، ویدیوهایی که برای شما گذاشته میشه را حتما ببینین، زندگیتون رو تغییر بدین. با امید از اینکه پولدار رو نمیفهم هر روزی که دارین به مو خداوند شما را برسونه. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدار همه شما.